سلام، آرزو هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. میخوایم ببینیم پیام تاروت برای روابط کات شده چه خواهد بود. تو رابطه شما مشکلاتی وجود داره که کس احساسیتون نمیخواد اونا رو ببینه. خیلی حق به جانبه. فکر میکنه نباید به خاطر اتفاقاتی که افتاده همدیگر رو سرزنش کنید. حس میکنه مسیر رابطه را اشتباه رفته، اما هنوز در ذهنش به شما حس مالکیت و وابستگی داره. من نتونسته شما را کامل فراموش کنه. حسش به شما مثبته و شما را شخصی تماما و با اراده میبینه. حس میکنه به اندازه کافی از سمت شما مورد حمایت قرار نگرفته. کس احساسیتون میدونه که شما لیاقت رابطه خوب و مشترک را دارید و دوست داره خیلی با اراده هر چیزی که از دست دادید را پس بگیره. اما برای فکر کردن و